موضوعی که امروز بررسی می‌گردد از نقطه نظر علمی بسیار خیلی جالب است که وابسته به جشن‌های عیدی سده و ماهیت فلسفی آن میباشد. پیش از در سخن خود همین را گفتنی هستم که باید به شنوندگان ذکی خود گفتنی هم که فرهنگ ما از قدیم الایام فرهنگی است که زندگی را ستایش میکند، خرد را میپرورد و انسان را دوست میدارد. یعنی که در فرهنگ اصیل ما مردم همین سه اصل مهم، یعنی که زندگی، خرد و انسان جایگاهی اساسی و مهم را اشغال میکند. از این خاطر تمام فلسفه حیاتی مردم آریای تبار در اساس همین سه جنبه استوار است. از قدیم الایام، از همان زمانی که انسانیت چشم به زندگی با چشم خرد نگاه کرده است، نگریسته است، اجدادان ما و شما یک مناسبت بسیار جدی به حیات، به زندگی و مناسبت انسان به طبیعت و تاثیر طبیعت به انسان یک نگاه خاصی داشتند. از این خاطر است که تمام فلسفه حیاتی مردم آریای تبار در همین جشن و عنعنه ها که از عنصرهای مهم فرهنگی به حساب می روند انعکاس می شوند. یعنی که تمام پهلوهای زندگی حیات ما رو همین جشنواره ها، عیدهای، عنصرهای فرهنگی ما بسیار خوب انعکاس می کنند. امروز در عرفه جشنگیری جشن سده قرار داریم. سده خود یک از روی هم از مضمون، از نامش و ماهیتاً بسیار یک فلسفه نهانی دارد که امروز بسیاری از محققان، پژوهشگران به خود جلب کرده است و در بعضی حالت‌های جهت‌های علمی است که در حیرت هم گذاشته است. برای مثال، یعنی که خود جشن سده این نام از ویژگی اساسیش در نام آن است که مفهوم صد در امروزه در فرهنگ زبان ما بسیار خوب ifade می‌یابد. یعنی که همه کارهای، عملهای نیکی که بتون پوره میشوند همون با معنای همون صد ifade میشه. صده از همون ifade اون که در عهد قدیم مردم ما با همون مقصد نیک به زندگی نگاه کردن، از همون ابتدایش که خود آن در تاریخ اسطوره شناسان اینها را بسیار مختلف شرح میدهند. از همون وقتی که تاریخ خیلی قدیمه دارد که از همون وقتی که انسان آتش را کشف کرده است، طبق روایت شاهنامه، یعنی که از همون وقتی پادشاه پیشدادیان هوشنگ آتش را کشف کرده است و از همون روز جشنگیری اون صورت میگیرد. در جشن سده نیاگان ما از قدیم به عملهای نیک دست میزدن که در این جشن سده مثلا تیاری، چون که مضمون دیگرش 50 شب و 50 روز تا به نوروز است که در این مدت به عملهای نیکی خود دست میزدن. جشن سده مربوط به کشف آتش است، تیرگان باشد به آب است، خب مهرگان به باد است و نوروز البته به واسطه به زمین.